در مورد قرآن بیشتر صحبت کنیم. توی دوره آفرینش، دوره قانون آفرینش که داره از دلم تدوینش میکنه دوباره و روی سایت داره قرار میگیره، کلا بخش قرآنی داره هر قسمتش. و تو دوره 12 قدم که ما اصلا هر جلسه تو هر قدم در مورد مباحث قرآنی صحبت کردیم. کلا بچه‌ها فکر نکنین مثلا یه تکنیک‌های خاصی هست، یه مثلا قبول دارم، من خودمم اون اوایل که با این موضوع آشنا شده بودم مثلا فکر میکردم مثلا یه چیزای مخفی هست، یه تکنیک‌های خاصی هست، یه مثلا وردای خاصی هست که مثلا شاید کمک کنه. اون اوایل با بچه‌ها مثلا میشستیم در مورد یه سری چیزا صحبت میکردیم، میگفتیم آقا مثلا یکی میاد میگفتش که آقا مثلا یه روز خاصی هست، یه شب خاصی هست که مثلا ستاره ها با هم اینجوری میشن اونجوری میشن، اون موقع ما میتونیم بریم درخواست کنیم خداوند جواب میده. یکی میاد میگفتش که آقا من مثلا تو کتاب‌های قدیمی دیدم که یک سری مثلا رازهای مثلا ثروت هست. یکی میاد مثلا میگفتش که آقا مثلا من فهمیدم که آقا یه سری حروف هست توی اسممون، اگر اسممون رو عوض کنیم اون حروف رو استفاده کنیم، بعد چک کنیم ببینیم اون حروف بخت و اقبال خوبی داره اون اسم، مثلا ثروتمند میشیم. یعنی یه عالمه از این ایده ها بود. منم مثلا درکتون میکنم که بعضیا اینجوری، یعنی خیلی‌ها اینجوری فکر کنن، به خاطر که اون اوایل ما هم اینجوری فکر میکردیم. البته من خیلی تو این فضا نموندم، خیلی زود خدا هدایتم کرد، ولی بودن دوستانی که مثلا تا مدت‌ها میشستن و این تئوری ها رو برای خودشون درست میکردن. من خیلی زود رسیدم به این نقطه که بازی خیلی ساده است. بازی برمیگره به کنترل ذهن، هیچ شب خاصی وجود نداره. اتفاقا من توی فایل امروز هم که میخوایم امشب بزنیم روی سایت بیرون، یه سری اتفاقات افتاد، غذا درست کردیم ما اینا، توی سریال زندگی دربیش خواهیم گذاشتش رو سایت. من در مورد موضوع هم صحبت کردم که مثلا میگفتن که آقا مثلا یه شب لیلة الرغائب هست، یه شبی هست شب برآورده شدن آرزوها هست، یه مثلا روز خاصی هست، یه روز مثلا شب قدر خاصی هست که مثلا اگه اون موقع مثلا از خدا بخوای و از این موضوعاتی که خب همه ما داریم دیگه. من خیلی زود به این نقطه رسیدم که اینا همش توهمات، یعنی اینا همش فرعیات، اصلا جهان اینجوری عمل نمیکنه. جهان داره هر لحظه با فرکانس‌های من کار میکنه، یعنی پاسخی که جهان داره به من میده با فرکانس‌های هر لحظه من. فرکانس‌های منم مشخصه، وقتی احساس خوبی دارم فرکانس خوبی ارسال میکنم، وقتی احساس بدی دارم فرکانس بدی ارسال میکنم، به همین سادگی. حالا بقیه‌اش اینه که من سعی کنم آگاهانه با همون چیزای ساده، اصلا تکنیک عجیب و غریبی هم نیست، با همون بحث سپاسگزاری، با همون تمرکز کردن برای نکات مثبت نوشتن، با همون توجه کردن به زیبایی‌ها اطرافم، نکات مثبت اطرافیانم، نکات مثبت خودم، و با همون باورهای مناسب در مورد مسائل مالی، با همون باورهای مناسبی که باعث میشه ترس‌های من کمتر بشه. باور فراوانی وقتی من بهش اعتقاد پیدا کنم هی بیشتر بشه، ترس‌های من در مورد آینده مالیم کمتر میشه دیگه. وقتی باور کمبود دارم ترس‌های من بیشتره دیگه. هر چیزی که باعث بشه ترس‌های من کمتر بشه، ایمان من بیشتر بشه، آرامش من بیشتر بشه، توکل من بیشتر بشه، احساس رهایی من بیشتر بشه، یعنی که من دارم در مسیر درست حرکت میکنم. خب دیگه بعدش اصلا اومدم سراغ این قضیه، یعنی اصلا اون دوستانی که یه مدت اون اوایل با هم میشستیم در مورد مسائل صحبت می‌کردیم، اصلا جدا شدم ازشون و اونم مسیر خودم رو رفتم. هنوزم که هنوزه میبینم و میشنوم بعضی موقع اون دوستان مثلا هنوزم دنبال یه سری فرمول‌های جادویی و رمزهای عجیب و غریبی هستن که مثلا اون باعث موفقیتشون بشه ها. ولی بازی خیلی ساده است. همه چیز خیلی ساده‌تر از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم. وقتی بتونیم ذهنمون رو کنترل کنیم میتونیم دنیامون رو کنترل کنیم. ولی کنترل ذهن خیلیامون دیدیم که برای کسی که تمرین نکرده کار ساده‌ای نیست. هر چقدر که تمرین کنیم تو این کار قوی‌تر میشیم. به خاطر همینم بچه‌ها اگه میخواید توی این مسیر نتیجه بگیرید، سراغ چیزای عجیب و غریب و تکنیک‌های عجیب و غریب و بعضی موقع من توی کامنت‌های سایت اینستاگرام میبینم ها. تو سایتمون خدا رو شکر بچه‌ها که تو سایت ما فعالن لولشون واقعا لول بالاتری از نسبت به هر کسی که من تو دنیا دیدم. خب یعنی کامنت هایی که تو سایت ما قرار میگیره، دوستانی که حالا محصولات خریداری میکنن کامنت میذارن یا تو فایل های دانلودی رایگان کامنت میذارن، خیلی تحسین برانگیزن آگاهی که می‌نویسن. حالا اینکه عمل میکنن یا نمیکنن موضوع که نتایجشون نشون خواهد داد، ولی اون چیزی که من میبینم توی سایت خیلی کیفیت بالایی داره. ولی توی اینستاگرام مثلا میبینم
از این صحبتایی که آقا مثلا یه تکنیکی اومده، یه همچین تکنیکایی که اسمشون رو من مثلا نشنیدم، بلدم نیستم، عجیب و غریبم مثلا اغلب، اینو شما نظرتون چیه، اونو نظرتون چیه، بارها گفتم سراغ این تکنیک اصلا داستان عجیب نیست. من در مورد قرآن هم گفتم نمیدونم چرا اینو کردن تو مغزمون که قرآن 7 تا بطن داره، هر بطنش دوباره 7 تا بطن دیگه داره و خلاصه شماها نمیفهمید و یه آدمایی میفهمیدن که شما باید به اونا بگید و اینا. بعد میگم بابا خود قرآن گفته ما اینو برای شما آسان کردیم، آیا کسی هست که پند بگیرن؟ بارها و بارها این آیه رو تکرار کرده. هیچ جای قرآن نگفته که این کتابو سخت کردیم یا یه آدمای خاصی میتونن این کتابو برای شما ترجمه کنن یا بفهمن یا درک کنن یا تو بطنش مثلا پیدا کنن این چیزایی. بعد وقتی که مثلا منم نگاه کردم با این ذهنیت دیدم که آقا چقدر ساده و راحت داره قوانینو میگه، چقدر واضح داره در مورد حزن. من همون صحبتی که تو دوره‌های مختلف کردم دیگه، در مورد به ما کسبت ایدیهم، ما کانوا یعملون، به ما قدمت ایدیهم، در مورد سپاسگزاری، در مورد توحید، در مورد رب، در مورد الله، در مورد در واقع داستان ابراهیم، داستان موسی، داستان پیامبر اسلام، داستان عیسی، همه این داستانا رو که آدم میذاره بغل هم میبینه آقا کلا داره قوانین رو میگه، خیلی به زبان خیلی خیلی ساده، اصلا پیچیدگی هم نیست. اونجا هم که پیچیدگی داره از نظر ذهن ما، همون جایی که میگه این کتاب بر 2 بخش، آیات محکم، آیات متشابه، که میگه اون قسمتی که آیات متشابه هستن اونایی که بیماری در قلبشونه، مرض، دقیقاً میگه مرض دارن، اونا میرن سراغ تأویل آیات متشابه. تأویل آیات متشابه، در صورتی که تأویل اونها رو کسی جز خدا نمیدونه و کسانی که راسخن در علم اونها میگن ما به کل این کتاب ایمان آوردیم و همه از جانب خداوند. یعنی میخوام بگم کل داستان ساده است. اینو اصلا پیچیده نکنید تو ذهنتون برای خوشبختی، برای موفقیت دنبال یه چیزای عجیب و غریب و نمیدونم متفاوت نباشید. چون ساده است نمیبینیدش، چون ساده است فکر میکنید تأثیری نداره. دوستان اصول خیلی ساده است. دنبال رمز خاص نباشید، دنبال راز خاص نباشید، دنبال فوت کوزه‌گری نباشید. یه چیزی عباس منشو یه چیزی به من بگو منو بهتر کنه، متحولم کنه، نیست. قرآن خیلی ساده است. اگر فکر میکنی من یه چیزی من تو این قرآن پیدا کنم یه چیز عجیب، نیست. خلاف جهت میره اگه این کارو بکنه. همه چیز خیلی واضح و ساده و صریح. به قول خودش میگه این قرآن مبینه. بارها میگه این قرآن مبینه. میگه به زبان فصیح عربی نوشته شده. خیلی ساده است. نمیدونم، اونایی که تفسیرش میکنن بپرسید. خیلی ساده است و سعی کنید که از سادگیش استفاده کنید. جهان ساده است، قانون ساده است، زندگی ساده است. تو پیچیدش میکنی. بعضیا دوست دارن که تو پیچیدش کنی، بعضیا دوست دارن یک موضوع رو پیچیده کنن، بگن تو نمیفهمی، ما میفهمیمش، به ما بگو که من برات حلش کنم. اما واقعیت اینه که جهان ساده است. همه چیز خیلی واضحه. اما بعضیا دوست ندارن تو اینجوری فکر کنی. دوست دارن که کلید دست خودشون باشه. کلید دست توئه. هر چقدر ساده تر ببینی ساده تره، هر چقدر پیچیده تر ببینی پیچیده تره. خیلی‌ها میان نگاه میکنن به لوگوی مثلا اپل، ببین چقدر این تصویر هوشمندانه یک سیب گاز زده رو مثلا اومد درست کرد، چقدر مثلا استیو جابز مغزش کار میکرد. نه بابا این پشت فرمون بود، داشتن رفتن سراغ این که اولین دستگاه کامپیوترشون نشون بدن، توی جمعی نشون بدن. چون جابز گیاهخواره عاشق سیبم بود، همینجوریش فکر کرد گفت چه لوگویی بذاریم، همینجوری به وزنیاک میگفت، گفت من عاشق سیبم، یه سیب بذاریم. بعد گفت نه یه سیب باشه که من گازش هم بزنم چون من همیشه سیب میخورم. این شد لوگوی اپل. حالا میشه تفسیر میکنن آقا این چه کاره، اصلا اندیشمندانه‌ای بوده، چه فکری پشت سرش نبود. یک ایده الهام شده بود، در لحظه اومد و حتی تو فیلمش هم نگاه کنید میگه حالا بریم حالا فعلا بگیم لوگومون اینه، حالا بعد اگه دیدیم لوگوی زایی عوضش میکنیم. همه چیز همینجوریه ها. هر کی بهت میگه پیچیده است میخواد ازت یه چیزی بگیره، میخواد بگه تو نمیفهمی من میفهمم. همه چیز خیلی ساده است، همه چیز بهت گفته میشه. و بپذیرین سادگی رو از جهان، بپذیرین سادگی رو از قرآن. نذار به دروغ بگن که قرآن خیلی پیچیده است، تو نمیفهمی و من میفهممش.
خودت برو بخونش. اگر بهت گفته بودن ساده است میرفتی میخوندیش، بس که بهت گفتن پیچیده است نرفتی بخونیش تا الان. و فقط گفتی هرچی میگن گفتی قبوله. تو حالیت من حالیم نیست، چون تو میفهمی، تو به من بگو که چیه توش. و ما میخوایم امروز در مورد تجسم صحبت کنیم که بسیار بسیار تلاش قدرتمندی، بسیار بسیار توانایی کاملی داره. و برای اینکه اینو درک کنید من از یک الگویی دارم امروز با شما صحبت میکنم. من آنچه که دارم به شما میگم اون چیزی که خودم تجربه کردم دیگه. من سالها قبل از اینکه به این جایی که الان هستم برسم، من به دوستانم، به همه، تو سمینارام، حتی الان عزیز دارم داره اون فایلای قانون آفرینش رو تدوین میکنه، اون قسمت‌ها رو داره جدا میکنه که من پیشگویی کردم در مورد آینده خودم، در مورد آینده وبسایتم، در مورد آینده زندگیم، در مورد آینده محل زندگیم امریکا، در مورد همینا موقعی من پیش بینی کردم که هیچ اینا نبوده. نه وبسایت خاصی بوده، نه موفقیت مالی خاصی بوده، نه نمیدونم کشور خاصی برای زندگی بوده. من همینا رو پیش بینی، همینا رو گفته بودم. یعنی من همه آنچه که الان تو زندگیم هست رو سالها قبل به صورت عمومی و پابلیک گفته بودم این اتفاقات برای من میفته. چرا؟ چون مطمئن بودم که قانون داره عمل میکنه و اصلا پیچیده نیست و من باید فقط این مسیر رو برم و هی بهتر بشم تو این مسیر. تموم شده رفت. و الان اون نتایج شما دارید میبینید تو زندگی من دیگه. قبلا هم گفتم هیچ کسی من بعید میدونم تو دنیا باشه که به اندازه من شفاف باشه زندگیش، به اندازه من. حالا مثلا سریال سفر به دور امریکا، سریال زندگی درویش، الان 150 قسمت سریال زندگی درویش، 100 قسمت، یعنی 250 قسمت که مثلا 20 دقیقه، بعضی موقع 40 دقیقه، 1 ساعت فایل هر قسمت بوده، روی سایت abbasmansh.com هست دیگه زندگی من مستند دیگه. هر کسی هم که یه ذره مثلا بشناسه آدما رو، اون فایل رو نگاه کنه، میبینه که ما نه ادا در میاریم، نه فیلم بازی میکنیم، نه نقاب میزنیم، نه میخوایم چه میدونم برای مخاطب، برای اینکه مخاطب خوشش بیاد، نمیدونم جذب کنیم مخاطبو، مثلا کار خاصی بکنیم. همون زندگیمون مستند داره ضبط میشه با یه موبایل ساده. خب دارید میبینید که این چیزی که تو زندگی من هست و من با این اطمینان به شما میگم، با همون اطمینانی که اون موقع که هیچ کدوم اینا تو زندگیم نبود به بقیه میگفتم که این اتفاقات تو زندگی من میفته، که بازی ساده است، بازی اصلا پیچیده نیست، اصلا تکنیک خاصی وجود نداره، قضیه اصلا پیچیده نیست. فقط کافیه که ما همین چیزای ساده رو تمرین کنیم، کار کنیم، تکرار کنیم، هی بهتر و بهتر بشیم. هی بهتر شدنمون باعث میشه اعتماد به نفسمون بره بالا، باعث میشه باورم به این قوانین بیشتر بشه، هی بیشتر روش کار کنیم، بیشتر ذهنمون رو کنترل کنیم، بیشتر نتایج بهتری بگیریم دیگه. خیلی واضح و مشخص بنویسید که چی رو میخواید. من میخوام مثلا مسابقات مثلا جام جهانی فلان رو توی فلان کشور، بازی تیم فلان و فلان رو از نزدیک ببینم. یه خواسته است. نه اصلا بحث بازی زمانی نیست، فقط بنویسید چی رو میخواید. چرا اینقدر نگرانید؟ چرا اصلا نگرانید که چی میشه بعدش؟ چرا قدم اول بر نمیدارید؟ این ذهن منطقی شماست که داره جلو شما رو میگیره. چرا قدم اول بر نمیداری؟ قدم اول ببین اصلا چی رو میخوای؟ حالا بعداً چی جوری میشه درست میشه رو بعداً بهت میگیم. بعداً جهان بهت نشون میده. خیلی از ما به خاطر اینکه فکر نمی‌کنیم به خواسته‌مون برسیم، خواسته رو نداریم اصلا، چون راهی برای رسیدن بهش بلد نیستیم. به خدا اگه من می‌خواستم اینجوری فکر کنم هرگز به هیچی نمی‌رسیدم. همه دوستان نزدیک من میدونن که عباس منش فقط میگه چیو میخواد، اصلا کار نداره که چجوری میخواد بشه، ولی به خدا میگم خدا اینو باید به من بدی. و راهش بعداً گفته میشه و همیشه تا حالا گفته شده. من یه روزی نشستم همین اول همین سال نشستم گفتم که سایت abbasmansh.com میخوام اتفاق براش بیفته. حالا چه اتفاقاتی افتاد، چه ایده هایی به وجود اومد، چه آدمایی به من کمک کردن، همین مسیر اتفاق افتاد. آدمایی اومدن، ایده هایی داده شد، اتفاقاتی افتاد که این نتیجه به وجود اومد. یعنی میخوام بگم که من اون درخواست رو کردم و مطمئنم که داده میشه، اما بلد نبودم چجوری. همیشه درخواست اگر واضح باشد راهها به شما گفته میشه. پیش برید با این حرفا ببینید چه اتفاقی میفته. این مسیری که من رفتم دیگه، زندگی منم واقعا به خدا قسم من ندیدم زندگی کسی رو مثل زندگی خودم. ندیدم که تو تمام این ابعاد اینقدر زندگی خوبی داشته باشه.
به خاطر همین مطمئنم که اون مسیری که من دارم آموزش میدم، اون مسیری که خودم رفتم، یک نمیگم بهترین مسیر دنیاست، من ندیدم، شایدم باشه من ندیدم، ولی یکی از بهتریناییه که حداقل میشه تصور کرد که انسان توی زندگیش به جایی برسه، توی به قول شما قبل از سن 40 سالگی به جایی برسه که آزادی زمانی کامل داشته باشه. من هر وقت که بخوام، هر جوری که بخوام میتونم زندگی. بعضی پرسن آزادی زمانی منظورتون چیه؟ آزادی زمانی منظورت که هر وقت بخوای هر جوری که بخوای زندگی کنی. هیچ اما و اگر و باید و نباید در مورد زمانت نباشه. آقا صبح باید این کارو بکنی، شب باید اون کارو بکنی، امروز باید اون کارو بکنی، فردا باید اون کارو. من هر وقت که بخوام هر جوری که بخوام کار میکنم. خب آزادی مکانی دارم، هر وقت بخوام هر کجا که بخوام میتونم برم. آزادی مالی دارم، هر وقت که بخوام هر چی رو که بخوام به هر شکلی که بخوام میتونم تهیه کنم. خب و حالا بحث سلامتی، بحث مثلا روابطم، همه اینایی که الان هست تو زندگیم. خب من کسی ندارم همه این پکیج رو با هم داشته باشه به این شکل. خب بس فقط پول نیست که، بس 4 تا عدد تو حساب بانکی نیست، بس استفاده از اون چیزی که آدم مثلا تو زندگیش داره دیگه. من دارم از اون چیزی که دارم استفاده میکنم، من دارم اون جور. حالا شاید زندگی شما اون چیزی که مثلا من دوست دارم نباشه، من این زندگی طبیعت با مر و خروس، کاشتن درخت و نمیدونم لذت بردن از طبیعت و اینو دوست دارم. خب این چیزی که من دوست دارم که با چه میدونم با عزیز دلم بشینم ساعت‌ها در مورد موضوعات دلخوام صحبت کنم، هیچ محدودیتی نباشه در مورد زندگی من این چیزی که من دوست دارم. خب و این اون چیزی که خلق شد و منم ندیدم تو زندگی کسی که همه اینا رو با هم به این شکل داشته باشه. با آدمایی هستن که عدد صفرهای بانکیشون شاید خیلی زیاد باشه، ولی میبینی که هیچ کدوم از این آزادی‌ها رو ندارن، هیچ کدوم از این در واقع توانایی‌ها رو، این حد از آزادی زمانی و مکانی رو ندارن، این روابط رو ندارن، این سلامتی رو ندارن که من سالهای ساله که هیچ موردی در مورد سلامتیم نبوده. و حالا چیزای دیگه. به خاطر همین اگر که باور میکنید این حرف‌ها رو، اگر باور میکنید نتایج رو، باور کنید که بازی پیچیده نیست. باور کنید که بازی پیچیده نیست، چون ساده است، خیلی‌ها نمیبیننش، چون ساده است باورش نمیکنن. وقتی در مورد سپاسگزاری صحبت میکنید فکر میکنید چیز بی ارزشی. حالا سپاسگزاری که از قدیم گفتن، حالا نمیدونم چی میگن، سپاسگزار باش تا نمیدونم فلان بشی، هر کس نمیدونم سپاسگزارتر بوده نعمت بیشتر. اینو شنیدیم دیگه، فکر میکنم مثلا این چیز همینجوری الکی، چیز بی ارزش مثلا سطحیه، یه تکنیکایی هست. نه، تکنیک خاصی نیست. کل داستان کنترل ذهن. در کل ذهنمون رو بتونیم کنترل کنیم، زندگیمون رو بتونیم کنترل کنیم. قلب میگه، ذهنم میگه. ذهن شیطانه، قلب خداست. میگه نبوده که ما بگیم و شیطانم نگه. نه، ما میگیم و شیطانم میگه به همه پیامبران. اما ما کلام الله رو بالا بردیم و کلام شیطان رو پست کردیم. این تفاوتشه. تفاوتش مثل روغن و آب میمونه. خیلی واضح، خیلی مشخص، نه شک ایجاد میکنه و نه تردید. بسیار بسیار واضح که شیطان هر حرفی میزنه نتیجه احساسیش ترسه، نتیجه احساسیش تردیده، نگرانی، عصبانیت، خشم، افسردگی و احساس گناهه. و خداوند هر حرفی رو میزنه نتیجه احساسیش آرامشه، قدرته، احساس خوبه، لذت، آگاهیه، عشق. نتیجه احساسش اینه. و من اعتقاد دارم به این نیرو و من کل کتابامو به همین شکل نوشتم. کل برنامه‌ای که برگزار میکنم، اگر این دوره آفرینش برگزار شد، فقط به دلیلی که این حس من گفت حتما دوره آفرینش برگزار کن. من به این حس گفتم که خیلی موقع ذهن منطقی خیلی تضاد داره با این حسه. یعنی اصلا منطق یه چیز دیگه رو میگه، یه چیزی پرت میگه، اصلا تعجب. گفتش که تو تمرکز رو بذار روی دوره‌های قانون جذب اول سال، یعنی قبل از سال، یعنی توی عید که من داشتم هدف گذاری میکردم، از خدا پرسیدم که من این امسالم رو چی بذارم. گفت بذار دوره‌های قانون جذب. گفتم که خب من توی مسیری هستم که درآمدم از جای دیگه خیلی بیشتره و اصلا وقت گذارم برای جای دیگه خیلی چند صد برابر این چیزی که تو داری میگی درآمد داره. چون من سال قبل روی چیزا سرمایه گذاری کردم که مثلا آماده شده و یه سری سودای برای من داشت و این سودا هم همینجوری اگه مثلا تمرکز بزنم روش همین کلمه خیلی خیلی هم بیشتر خواهد شد. و بعد باش توضیح دادم، گفتم ببین مثلا اینقدر برای من سود داره، اینجوری شده، من آمادهش کردم، وقت براش گذاشتم، 2 سال خاکشو خوردم، فلان شده، بهمان شده. دقیقاً حسم من اینو گفت مگه پول نمیخوای؟
ما بهت پول میدیم. دقیقاً میگفت ما. اینکه میگفت من منظورم که نه اینکه حرف نمیدونم اسمش چیه، نمیدونم جنسش چیه، نمیدونم چه جمله رو بگم، یه حسه. فقط میتونم بگم یه حس. یه چیزی که تو درکش میکنی، تو دریافت، تو میفهمیش. از قلب میومد دیگه. آره. چون من ذهنم هم منطقی میگفتش که آقا این کاری که تو رفتی ساختیش و این همه براش برنامه‌ریزی کردی و به سودم رسیده و اگه کار کنی سودش خیلی بیشتر میشه رو اینو ادامه بده. چرا مثلا میخوای مسیر تو دوباره عوض کنی؟ بعد گفتش که سود میخوای، ما بهت سود میدیم. سلامتی میخوای، بهت سلامتی میدیم. شهرت میخوای، شهرت میدیم. اعتبار تو چی میخوای؟ تو هر چی که میخوای این کار، از این کار ما بهت میدیم. فقط این کارو انجام و امسال فقط این کارو انجام. من شاید 2 هفته درگیر این موضوع بودم. این هدفم دفتر هفت‌گزارم بستم، گفتم نه من اصلا زیر بار نمیرم. هر چی اون میگفت من میگفتم نه، شرمنده، من باید برم سراغ کار خودم. و بعد از 2 هفته، یعنی میخوام بگم که اینقدر مقاومت از طرف مغز هست. یعنی اینجوری نیست که مثلا اون بگه و تو هم بگی چه جالب تو گفتی منم گفتم چشم. خیلی منی که اینقدر روی این موضوع کار کردم، این اول سال اینقدر مقاومت داشتم که قبولش نمی‌کردم. بعد از 2 هفته گفتم بابا من که از این نیروی این همه تا حالا نتیجه گرفتم، این همه تا حالا به من کمک کرده، این همه به من سلامتی و خوشبختی داده، چرا بهش گوش نکنم؟ چرا باورش نکنم؟ اصلا هر اتفاقی بیفته من میخوام به حرفش گوش کنم. و بعد منم برنامه‌مو نوشتم، گفتم امسال من میخوام فقط روی دوره‌های قانون آفرینش تمرکز کنم و این دوره برگزار شد. باور کنید به هیچ عنوان اللحاظ مالی برای من به صفحه نبود که این دوره رو برگزار کنم. نمیدونم این وعده هایی که من داده کی میخواد محقق بشه، اما میدونم که محقق میشه و الان خیلی راضی ام از این مسیری که رفتم. یعنی خیلی نشونه اومده، خیلی درای جدید باز شده ها، خیلی اتفاقات افتاده و ازت میخوام که باورش کنی و ازت میخوام که کمک ازش بگیری و ازت میخوام که تسلیمش باشی. بریم سراغ کامنت ها. عاشق دوره آفرینشم. واقعا دوره آفرینش رو خداوند هدایتمون کرد، از دلم اومد از اول روش کار کرد. انقدر ایشون داره با این دوره حال میکنه که هر نیم ساعت یک بار که داره تدوینش میکنه میدوه پیش من، میاد میگه ببین این جمله رو گفتی، اینجوری بود اونجوری بود، چقدر انرژیش بالا بود، چقدر آگاهی توش هست، چقدر اتفاقات خوب داره میفته. شاید بگم تا حالا 100 بار تازه الان بخش دومش رو تدوین کردی؟ حساب کن از 10 بخش، یعنی 10 روز اون سمینار دوره بود، 2 روزش رو تازه تدوین کرده. این همه اتفاقات اومده برای من تعریف کرده. خیلی دوره خوبیه دوره قانون آفرینش. اون سرمایه گذاری که رو محصولات سایت من میکنید بچه‌ها خیلی 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 بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکنید تو زندگیتون به شکل خوشبختی، به شکل آرامش، به شکل سلامتی، به شکل ثروت تو زندگیتون وارد میکنه. یکی از دوستان نوشته چرا من نمیتونم با سپاسگزاری ارتباط برقرار کنم؟ وقتی تو مدارش بشی با سپاسگزاری انقدر ارتباط برقرار میکنی که اشکات بند نمیاد. وقتی که شما این حرفای منو میشنوید ممکنه مثلا اولش که تو مدارش نباشید نفهمید، ولی وقتی که براتون اتفاق میفته اون وقت قضیه مدارها رو خیلی خیلی خوب تجربه میکنید، خیلی خوب میفهمید. یعنی حرفای منو خیلیاتون تو کامنت ها نوشید دیگه، تو سایت نوشید، تو موضوعات مختلف نوشید که مثلا ما مثلا 3 سال پیش مثلا اومدیم گوش کردیم، کلی هم فوالاتون رو گوش کردیم ولی نمیفهمید، الان داریم تازه میفهمیم. یعنی این حرفا هی به مرور زمان بیشتر و بیشتر برای شما در واقع قابل درک میشه، هر چقدر که کار میکنید، هر چقدر که بیشتر توی مسیر حرکت میکنید، مخصوصا هر چقدر که تجربه میکنید، هر چقدر تجربه میکنید احساسی که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم. بهترین راه شناسایی باورها میگه چیه؟ بهترین راه شناسایی باورها عملکرد شماست. عملکرد شما نشون میده که باورهای شما چیه. این جمله رو بهش فکر کنید. عملکرد شما، نه حرفاتونا، نه ادا و اطوارتونا، عملکردتون نشون میده که چه باوری دارید. مثلا دوره فن بیان، این دوباره یه چیزی از اون چیزهای عجیب و غریبیه که چند بار دیدم مثلا بعضی نوشتن که آره من اینقدر پول هزینه کردم فن بیانم بهتر بشه، سخنرانیم بهتر بشه و اینا. من این همون چیزی که من درکش نمی‌کنم. این همون چیزی که من، چون من هیچ وقت سراغ این مسائل نرفتم. خب که بگم مثلا من برم ببینم چه فن بیان، مثلا فن بیان چی است، من 1 صفحه در موردش نخوندم. 1 صفحه
خب نمیدونم حالا فن بیان من از دید چه میدونم افراد چی هست و من مثلا چقدر هیچ کلمه قلمبه سلمبه و ادا اطفار و اینکه بشینم کت شلوار بپوشم و ادا اطفار در بیارم ندارم، صدامم قلمبه نمیکنم. دیدم بعضی از این دوستانی که صداشون رو من قبلا شنیده بودم یه جور دیگه بود، بعد الان جلوی دوربین اینجوری صحبت میکنن دیدم، احتمالاً به خاطر که فکر کردن فن بیان باید برن. این اصلا هر چیزی که حاشیه است من نرفتم و نمیدونم، من فکر نمی کنم که فن بیان تأثیر میذاره روی مخاطب. من فکر میکنم فرکانس تأثیر میذاره روی مخاطب. من فکر میکنم عمل با آنچه که میگوییم تأثیر میذاره به مخاطب. به خاطر مثلا کردم که به جای اینکه برم سراغ این حواشی برم سراغ اون چیزی که میگم و خودم بهش عمل کنم، اون چیزی که عمل میکنم و بیام بگم. سراغ این چیزا هم نرفتم. به خاطر همین نه هیچ وقت در مورد فن بیان نه دوره خواهم گذاشت هرگز، نه اصلا اعتقادی دارم به این چرندیات و به این صحبت و اینا، نه خودم انجامش دادم و نه میدونم چی هست. من اصلا نمیدونم برید تو فن بیان مثلا چی بهت میگن. یعنی آقا شما کارتو درست انجام بده. بابا من 100 بار براتون مثال زدم، یارو توی زیرپله توی شهرتون برید نگاه کنید، یه مغازه زیرپله‌ای داره، نه بنر داره، نه نمیدونم تبلیغات اینترنتی داره، نه تلویزیون داره، یه زیرپله است. مغازه کلا یارو خودش جا نمیشه تو مغازش، درآمدش از 10 تا رستوران بالا شهر بیشتره. برید اینا رو ببینید، قربونتون برم، ببینید یارو کدومی که فن بیان و اینا رو رعایت کرده. عزیزم کارتو خوب انجام بده، کارت درست باشه، به خدا از در و دیوار باورت هم درست کن، از در و دیوار میاد سراغ برنامه‌هات و محصولاتت. میخواد حالا کلید سازی باشه، میخواد لوله کشی باشه، میخواد آهن فروشی باشه، میخواد هر کار دیگه باشه. این فن بیان و اینا رو من نرفتم سراغش. واقعیتش من نرفتم سراغش. نمیدونم هم چی میگن توی اون دوره ها، نمیفهمم هم چی میگن. مثلا من برم مثلا فن بیان، آموزش فن بیان، زبان مادریمو میتونم صحبت کنم، خدا رو شکر. اصلا دوست ندارم کلمات قلمبه سلمبه استفاده کنم.